ترس از ناتوانی نیست، ترس از ناآشنایی هستش. تصور کن روی لبه یک سکوی بلند نشستی، دستات روی زانوهات، پاهات آویزون، موجها پایین بی صدا خودشون رو به هم میزنن، باد آرومی گونه هات رو نوازش میدن. پایین رو آروم نگاه میکنی، آب هست، ترس هست، دستات کمی میلرزن. دل کوچیکت بهت میگه اگه بپری چی میشه، و همون لحظه ذهن بزرگت زمزمه میکنه تو نمیتونی. اما واقعا آیا نمیتونی؟ یا فقط نمیدونی چگونه باید بپری؟ ترس از کجا میاد؟ چرا وقتی روبروی چیزی قرار میگیریم که بلدش نیستیم بدنمون یخ میزنه؟ چرا قبل از اینکه حتی اولین قدم رو برداریم هزار تصویر از شکست در ذهنمون میچینیم؟ جواب ساده تر از چیزی هستش که فکر میکنیم. ترس از ناتوانی اتفاق نمیفته، ترس از ناتوانی نیست، ترس از ناآشنایی نشأت میگیره. یادت هست اولین باری که دوچرخه سواری کردی؟ لرزش دستا روی فرمان، پاهای ناتوان روی رکاب، زمین خوردن، خندیدن، گریه کردن، چسبای زخم، زانوهای خونی. ولی امروز چطور؟ دوچرخه سواری چیزی نیست که حتی به اون فکر کنی. یا اولین باری که خواستی جلوی جمع صحبت کنی، صدات میلرزید، دستات احتمالا یخ کرده بود، فکرت قفل شده بود. اما امروز شاید برات خیلی عادی شده باشه. همه چیز همینه. اولین بار همیشه ترسناکه، نه چون ناتوانی، چون بی تجربه ای. مغز ما دوست داره در محیط آشنا بمونه. ناشناخته ها براش تهدید محسوب میشن. پس هر بار که میخوای کاری جدیدی بکنی، مغزت ترس ترشح میکنه. اما این ترس دروغه. سیگنال خطر نیست، سیگنال شروع هستش. یعنی چی؟ تصور کن در یه جای تاریک وایستادی. اگه دستت رو دراز بکنی به یه چراغی میرسه و میتونی چراغ رو روشن کنی. ولی حالا فرض کن فقط تو ایستادی و میترسی، منتظری که چراغ خودش روشن بشه که اتفاق نمیافته. چراغ وقتی روشن بشه به تو راه رفتن رو یاد نمیده، اما سبب میشه قدم اول رو برداری، چون روشن هستش. ترس رو فقط میشه با یه چیز شکست داد: تجربه. تجربه همون روشن کردن چراغ هستش، قدم اول رو برداشتنه هستش. تجربه یعنی عمل، یعنی با دل لرزان، با ترس در دل، با شک در صدا قدم اول رو برداری. دقیقا همون لحظه‌ای که همه چیز درونت فریاد میزنه نرو، نکن، نمیتونی، نمیشه، تو برو. چون اون طرف ترس خود واقعی تو نشسته که ببینه اون تجربه رو داری انجام میدی. خیلی صحبت از این میشه که اعتماد به نفس داشته باشید، اعتماد به نفس خوبه، و رابطه یا بگم مرز ظریفی بین اعتماد به نفس و غرور وجود داره. بعضی وقتا شما غرور رو با اعتماد به نفس اشتباه میگیرید. شخص مغروره ولی اعتماد به نفس نداره، ولی فکر میکنه که همون غرور یعنی اعتماد به نفس. اما اعتماد به نفس به چه شکلی اتفاق بیفته، به چه شکلی شکل میگیره؟ کتابی که من میخوندم در رابطه با اعتماد به نفس خیلی جالب بود. میگه که مغز یا خود تو زمانی که کاری رو انجام میدی شروع میکنی به تکرار اون کار و میرسی به یک مرحله‌ای که کاملا خودت آگاه و واقف هستی که اون کار رو بدون اشتباه یا حداقل در حد حرفه‌ای داری انجام میدی. کم کم خود تو یا مغز تو شاهد این میشه که تو میتونی اون کار رو انجام بدی بدون هیچ مشکلی، و این سبب میشه که به خودت اعتماد بکنی در اون زمینه، و اعتماد به خود یا اعتماد به نفس به وجود میاد. پس اگر میخواید اعتماد به نفس اتفاق بیفته، دقیقا همون لحظه ای که همه چیز در درونت فریاد میزنه نرو، انجام نده، نمیشه، برو. چون اون طرف ترس خود واقعی تو نشسته که شاهد این باشه که تو میتونی، و اون ترس رو از بین میتونی ببری و تجربه اول رو انجام بدی. بیشتر آدما هیچ وقت نمیفهمن چقدر قوی هستن، هیچ وقت، چون قبل از شروع عقب میکشن.
قبل از جنگیدن تسلیم میشن، قبل از شناختن خودشون رو محکم میکوبن. اما تو فرق داری، چون حالا این رو میدونی، حداقل تا اینجا گوش کردی. تو نمیترسی چون ناتوانی، تو میترسی چون تجربه نکردی. و تجربه فقط و فقط با عمل ساخته میشه. زمانی که قدم اول رو ور میداری و میگی که انجام خواهم داد، تموم شد. آدمای پولدار یه حرفی دارن، میگن که $1,000,000 اول رو در آوردن سخته، بقیه خودش در میاد. پله اول رو پیمودن سخته. پس زمانی که میخوای بری جلو و میترسی، یادت بمونه که تو نمیترسی چون ناتوانی، تو میترسی چون تجربه نکردی. و تجربه فقط و فقط با عمل ساخته میشه. تجربه مساوی عمل. چند فرصت رو از دست دادی فقط چون فکر کردی نمیتونی؟ فکر کن، بنویس، برای خودت بنویس. چند بار از دوست داشتن کسی عقب کشیدی چون ترسیدی؟ چند تا رویا رو با خاک یکسان کردی چون فکر کردی به اندازه کافی خوب نیستی؟ اگه امروز بدونی که تمام ترسات فقط قصه هایی که مغزت برات ساخته، آیا بازم عقب میشینی؟ هنرمندی که اولین بار قلم برداشت، موسیقیدانی که اولین بار نوت رو اشتباه زد، ورزشکاری که اولین بار زمین خورد، سخنرانی که اولین بار صداش لرزید، عاشقی که اولین بار گفت دوست دارم و دلش لرزید، هیچ کدوم از اینا نابغه نبودن. هیچ کدوم بدون لرزش شروع نکردن، ولی شروع کردن. ولی امروز اونا قهرمانن، چون یه روز، فقط یک روز و یک بار جرأت کردن. بیا همین الان اینو تمرین بکن. 1. فهرستی بنویس از چیزایی که از اونا میترسی. نوشتن ترس ها اونها رو اتفاقا کوچیکم میکنه، اینم بگم. 2. یکی رو انتخاب کن، کوچیکترینشون رو. 3. برنامه ریزی نکن، تحلیل نکن، فقط یه قدم کوچیک در مورد اون ترس بردار، میتونه هر چیزی باشه. 4. تجربه کن. 5. تجربت رو این بار بنویس، چه اتفاقی افتاد توی قدم اول. 6. این خیلی مهمه، بترس و با اون ترس دوباره جلو برو و تجربت رو بیشتر بکن. حالا به خودت بگو من ناتوان نیستم، فقط ناآشنا هستم و این رو با تجربه تغییر میدم. یادت باشه ترس نمیخواد متوقف بشه، ترس فقط میخواد تو متوقف بشی. هر بار که اقدام میکنی، هر بار که با دل لرزان دستت رو دراز میکنی، هر بار که برخلاف تمام ترسات جلو میری، ترس کوچکتر میشه، اون دایره عملش تنگتر میشه و تو قوی تر میشی، تجربت بیشتر میشه. پس از لبه سکو بلند شو. بدنت میلرزه، عیبی نداره. دلت شور میزنه، طبیعیه. اما برو، بپر. نه چون مطمئنی، بلکه چون آماده ای خودت رو در عمل بسازی. تو ساخته نشدی که فقط روی اون سکو بشینی و نگاه بکنی، تو ساخته شدی برای پرواز. همیشه یادت باشه این جمله انگلیسی هستش، میگه Fear comes from inexperience not incapability. دقیقا همین جمله‌ای که ما چند بار تکرارش کردیم به فارسی. ترس از بی تجربگی میاد، نه از ناتوانه. و تجربه فقط و فقط یک راهکار، یک راه درمان داره، حرکت. پس شروع کن همین امروز، همین حالا. چون زندگی برای کسی صبر نمیکنه که منتظر از بین رفتن ترسش باشه. زندگی فقط منتظر کسیه که با ترساش بخواد برقصه و تو از همین لحظه آماده ای. رضا هست.